سرخط مهمترین خبرها: داعش ادعا کرد که به تاجیکستان موشک پرتافته است. مقامات دیگر چیز گفتند. در تاجیکستان تخم ارزان شده است، ولی آرد و روغن چی؟ و سایه جنگی روسیه در اوکراین بر روز غلبه. درود بیننده عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. این برنامه نوید بامدادی است. جنگجویان گروه تروریستی داعش با نشر یک بیانیه مسئولیت حمله موشکی به خاک تاجیکستان را بر عهده گرفتند. حادثه روز 7 می امسال رخ داد. در بیانیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش آمده است که از ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان به سمت تاجیکستان 7 موشک پرتاب کردند. ناحیه خواجه‌غار افغانستان با ناحیه فرخار و 5 ولایت ختلان هم سرحد است. مقامات تاجیکستان حادثه را دیگر خیلی شرح دادند. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند در نتیجه درگیری میان جنگجویان گروه داعش و طالبان تیرهای بالا ذکر تصادفاً به قلمرو تاجیکستان گذشتند. طالبان گفتند که عاملان حمله را پیدا کرده جزا خواهند داد. در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان آمده است که حادثه مذکور یگان خسارات مالی و جانی در پی نداشت. 2 روز پیش برخی رسانه‌های افغانستان نوشتند در پی پرتاب موشک به خاک تاجیکستان مرزبانان تاجیک به طرف افغانستان از مینه یا آتش گشادند. مقامات تاجیکستان در این بارش چیزی نگفتند. به گفته مقامات تاجیک بعد این حادثه نیروهای مرزبانی تاجیکستان به حالت آماده باشی پره جنگی گذرانده شدند. بعد به قدرت رسیدن طالبان نگرانی های کشورهای آسیای مرکزی از افغانستان بیشتر شده است. بنا به ارزیابی های سازمان جهانی آذوقواری قیمت چکنه مواد اصلی خوراکواری در تاجیکستان معتدل مانده است و برعکس قیمت تخم در 8 بازار از 4 تا 18% پایین آمده است. زمستان امسال اگر یک دانه تخم تا 1.5 سوم فروخته میشد، در روزهای عید رمضان یک دانه تخم در بازارهای دوشنبه 1 سوم قیمت داشت. ارزیابی ها نشان دادند که قیمت ها در هفته که گذشت در مقایسه با نرخ های چکنه مواد اساسی غذایی بلندتر بودند. مثلا قیمت آرد، روغن رستنی متناسباً 6 و 2% بلندتر بودند. به سبب رسیدن بهار و کم شدن ذخیره ها قیمت کرتوشک، پیاز و سبزی هم گرانتر شدند و به خصوص در بازار ناحیه های بلندکوه مرغاب که آنجا قیمت کرتوشک تا 33% و قیمت سبزی تا 27% بالا رفته است. به گفته سازمان آذوقواری جهانی قیمت مواد غذایی در تاجیکستان که اهالی کم بضاعت زیاد دارد پس از جنگ روسیه در اوکراین مثل دیگر کشورهای جهان بالا رفت. 77 سال پیش در این روز اتحاد شوروی بر آلمان نازی غلبه کرد. در بسیار کشورهای سابق شوروی از جمله روسیه 9 می همچون روز غلبه جشن گرفته می شود، ولی حمله روسیه به اوکراین امسال بالای روز غلبه سایه انداخته است. برخی ها حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین را به یورش آلمان بالای شوروی تشبیه می دهند. قبل از برنامه در خیابان‌های دوشنبه از ساکنان پرسیدم که تا کجا به قیاس حمله روسیه به یورش آلمان راضی اند. نهم مای کدام بوده است؟ نهم مای غلبه. غلبه کدام دولت؟ جنگ همه دولت سویت سیوز. ضد کی؟ ضد فاشیست گرمانی. همین جنگ روسیه ضد اوکراین به همون حادثه جنگ دوم جهان به فکر شما مانند نه؟ ایوای بدتر. خیلی بدتر. مانند. چی مانند تو؟ برای اوکراینسو جنگ سوم جهان. کی حق است به فکرتان؟ که خدا میدونه کی حق است. کی حق اوکراینسو حق. هر دولت دیگه در اومدی آدم حق میشه. اوکراینسو حق. 2 ماه است که روسیه ضد اوکراین جنگ کرده است. همین جنگ به همون جنگ مانند نه؟ از جهت اگر حساب باندرا گیریم مانند است. باندرا مثل گیتلر بودند. فاشیستان بودند. آنها من خودم سالی 72 در لووف بودم. آن وقت دیدم که با روس‌ها چطور مناسبت میکنند. کی باندرا است؟ باندرا این گالیتسیا، لووف، جهتی غربی اوکراین. خب اخبار جنگ روسیه اوکراین را از کجا تماشا میکنه؟ از
шабакаи Нью-Йорк, Европои, Тоҷикистон, интернет ҳама тарафа мебинем мо. یعنی از کدام تلویزیون تماشا میکنید؟ تلویزیون خودم هم میبینیم، سفینه، شبکه یکم و روسیه. شبکه روسیه هم تماشا میکنید؟ روسیه هم تماشا میکنم. چه کدام روز؟ کدام جشن؟ نمیدونم کدام جشن. ما از شما میپرسم. ایتی غلبه نهمی مای. خب همین جنگی که روسیه ضد اوکراین سر کرد به همه حادثه جنگ بزرگ وطنی مانند نه؟ حادثه های من کامنتری بود نمیکنم. مانند هست وقتی دور استرس باید هم شفقت انصاف بوده. از یکم رحم و انصاف شفقت نیست. از همه خیلی اساس دیگه که با گذراندگی انده در عصر 21 ده. کی گذراندگی؟ همه اوکراین قطعی همی ویو ده. جنگی که گرمانیا ضد شوروی بود از جنگی که حال روسیه ضد اوکراین میبره چی فرق داره؟ این بر ضد فاشیسم. این جنگ بر ضد فاشیسم. کدام جنگ؟ همین جنگی من روسیه اوکراین اینا بر ضد فاشیسم جنگ کردی ساده. کی فاشیست است؟ اوکی من ناسیونالیستای اوکراین. اینا فاشیستان؟ از کجا بدید اینا فاشیستان؟ اوکی من بی‌سواد نه که جا من میخوندم. ضمناً امروز در شهر دوشنبه هم روز غلبه جشن گرفته می شود. قرار است رئیس جمهور امام علی رحمان در این مراسم که در باغ غلبه برگزار می شود شرکت کند. همچنین در نظر است که امسال هم راهپیمایی پولک ابدی گذرانده شود. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در برنامه اخبار برایتان گزارش مفصل پیشنهاد خواهیم کرد. مقامات اوکراین میگویند در یک حمله هوایی نیروهای روسیه به مکتب در ولایت لوهانسک شاید تا 60 نفر کشته شده باشند. سرگئی گایدای رئیس ولایت لوهانسک روز 8 می به خبرنگاران گفت نیروهای روسیه نیمه روز 7 می یک بمب را به مکتب ناحیه بیلاهاریوکا انداختند که آنجا 90 نفر پناه برده بودند. به قبل و پس از ترکش بینای مکتب آتش گرفته است. به قبل گایدای 3 نفر را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند و تاکنون جسد 2 کس را پیدا کردند. او افسوده است شاید 60 نفر دیگر زیر ویرانه‌ها مانده و هلاک شده باشند. عین زمان قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک گفتگوی آنلاینی با رهبران 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان موسوم به گروه 7 تحولات وابسته به جنگ روسیه در اوکراین را بررسی کند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 9 می را فرا می‌گیرد. نهم می سال 1916 هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی غفار ولامتزاده تولد شده است که در 77 سال عمرش برای رشد هنری بالت و بعداً رقص ملی تاجیکی زحمتی زیاد کشیده است. او از اولین نمایندگان تاجیکستان بود که تا سالهای 50 در تئاتر بلشوی مسکو تجربه آموخته در دانشگاه گیتیس هنری استادی بالت را آموخته است. مهمترین خدمتش تأسیس نخستین انسامبل رقص ملی لالا در سال 1963 می باشد. 9 می سال 1945 در قلمرو سابق اتحاد شوروی عید غلبه بر فاشیسم و پیروزی در جنگ دوم جهان جشن گرفته می شود. جنگی که از حمله رژیم فاشیستی آلمان به خاک پولشا سپتامبر سال 1939 شروع شده با شکست رژیم نازی آلمان در ماه می و تسلیم ژاپن در ماه سپتامبر سال 1945 به آخر رسید. بر اساس حساب‌های مختلف با مرگ تا 80 میلیون ساکن سیاره اساساً اروپا انجامید. جنگی که در پیش خریطه سیاسی جهان هم دیگر شد، جان نه کمتر از 100,000 ساکن تاجیکستان را هم گرفت. 9 می سال 1946 نقاش تاجیک سبزعلی شریپов تولد شده است که با رسم کشی و کاشیکاریش نام برآورده است. آرایش مهمانخانه تاجیکستان، بینای سیرک دولتی، کاخ باربد، نقاشی‌های داخلی تالارهای تئاترهای به نام لاهوتی و اپرا بالت تاجیک تنها چند نمونه آثار این نقاشی معروف می باشد. قرب روبل روسی و دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریباً بی تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 155 تا 167 سامانه ارزش دارد. قرب 100 دلار آمریکایی باشد به 1190 1230 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 9 می چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، به آخر برنامه نوید رسیدیم. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. برایتان در این روز استراحت خوشخواهانه.